مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is اینجا چی کار میکنی؟ اومدی هواخوری؟ خوش بریم بالا. چی شد؟ چی؟ بچه سالمه. چقدر مخی؟ من اون مخم یا تو؟ خوش بریم بابا، اینجا پر عفونته. مادر فهمی؟ نه بهش نگفت کسی؟ هنوز نه. چرا؟ باید نمیدونی؟ بچه شیرشو خورده خوابیده. چرا مادرش؟ نه الان چی میشه؟ منم شعور دارم. نمیتونم وقتی جناب چرا علی گذاشتی به شیر بده؟ چرا گذاشتی به شیر بده؟ برای اینکه بچه گرسنش میشه. غریزه بهش میگه سینه مادرشو بگیره تا سیر شه، تا بخوابه، تا بیدار شه، تا بتونیم بچه رو از مادره بگیریم. بیشعور. این دیگه چیز عجیبی نیست که نخوای درکش کنی. میفهمی چی دارم بهت میگم یا دوباره برات تشریح کنم چه گوی زدی؟ نظرت میخوام ببریم بالا. اون یکی مادر چی؟ برو بهش بگو تموم شه بره کنی کارش. میرم تو اتاق 301. بعد به بهونه معاینه بچه میرم. بعد آروم میگم که اصلا شاید بچه ها بهش گفته باشم. عزیز من، اینقدر یه چیز ساده رو پیچیده و بزرگش نکن واسه خودت. اگه نگیم چی؟ اگه نگیم چی میشه؟ چی داری میگی؟ خل شدی؟ نگیم. من نمیگم. الانات که دیگه بیدار شده باشه ها. پس باش بریم بالا مالی حرف نمیزنی. چی داری میگی؟ همین که میگم. بایستا ببینم ازت شکایت میکنن. کجا میخوام بفهمم؟ وای تو رد دادی. ببری بالا بزنه بگو و برو تو بخش بخواب. من بهت آرام بخش میزنم تموم شه بره ساره من میگم تو کلا در جریان نبودی. چی میگی؟ بی بگی. وایستا ببینم. ولم کن. من میگم بیا بریم بخش. من میگم تو هیچی نگو. فکر کن. صبر کن. چیه؟ تو واقعا میگی؟ آره میگم. صبر کن. دیگه داری کلافه هم میکنی. میفهمی هرچی بیشتر بگذره سختره؟ میفهمم. خب پس چی؟ نمیخوام تو بگی. خودت میگی؟ نه. مگه نگفتی من بگم؟ آره ولی الان نمیخوام تو هم بگی. بالاخره که میفهمن. از کجا میخوام بفهم؟ میفهمی چی داری میگی؟ نه.
ولی نباید بگیم. نگیم که چی بشه؟ سایه الان تو اون اتاق ما 2 مادر داریم و یه نوزاد. های نصفشون کنم؟ نصفشو بدیم به اون، نصفشو بدیم به اون. چرت و پرت نگو. چرت و پرت نمیگم. باید بچه رو از اون زنه بگیریم بدیم به مادر واقعیش. و به اون زنه چی بگیم؟ آقا من میگم تقصیر من بوده، اشتباه کردم، همین. اون زنه فکر کنه بچه خودش شیر داده. داده که داده، اشتباه داده. اون زنه که فکر میکنه بچه‌ش سر زایمون مرده حالش خوبه. پس کجا میدونی حالش خوبه؟ بیقراری نمیکرد. بیقراری رسومانی نیستش. همون لحظه که اون اتفاق میفته بزنی تو سر خودت. یا رو 9 ماه یه چیزی و یه موجود زنده رو این ور اون ور به خودش کشونده، بعد تو میگی حالش خوبه. اصلا نمیفهمی من چی دارم میگم. من نمیفهمم تو چی داری. تو هم نمیفهمی داری چی کار میکنی. نکنیم. چرا؟ عزیز من، بهتره دیگه واقعیت رو بپذیریم. هم ما که اشتباه کردیم، هم اونا گناهی ندارن. به اون زنه فکر کن الان چه بلایی سرش اومده وقتی سر زایمان فهمیده بچهش مرده. ما الان باید بریم تو اتاق بچه رو یه تخت بگیریم بدیم به یه تخت دیگه. بعد به زنی که فکر میکنه بچهش رو بغل کرده بهش شیر داده بگیم بچهت مرده. بعد به زنی که فکر میکنه بچهش مرده بگیم بچهت. آره دیگه. باز داری حرفای مسخره میزنی. خودت هم نمیدونی چی داری. الان کاریش نمیشه کرد. هم صبح برزنه. دیگه نمیتونه بارداشت. اون یکی هنوز جوونه. میدونم. در اتاق من دستم گرفت گفت نزد کردم. بعد چند سال دوا دکتر و این داستانا مشکل ژنتیکی دارم. تا الان چند تا سخت داشت. به زوری یکی هم به سزارین رسون بیچاره. دکتر دیروز دیدتش کلی باهاش بگو بخند کرد. کلی امید الکی بهش داد. من دیده چی بگه خوبه. احتمال نموندن بچه زیاده. یه کاری که گفتی رو بکن. چیکار؟ اون دختر هنوز جوونه، میتونه باردارش، مشکلی نداره. تو مجازه اعتقاد داری؟ پس چی؟